سلام، اینجا بیت میته و توی استودیو جی مکس یه قسمت جدید از بیت میت، یه ویژه برنامه داریم به مناسبت شب یلدا و یه مهمون خیلی خیلی ویژه داریم، آقای احسان قاضی زاده که مدیر عامل بیت مکس هستن. توی این برنامه قرار گفتگو داشته باشیم راجع به تجربه هاشون به عنوان یکی از افرادی که خیلی سال، فکر می‌کنم شاید جزو اولین آدمایی که توی ایران حداقل خیلی جدی تو حوزه رمزارز وارد شدن هستن. یه اشاره هم بکنم که توی این برنامه ما سعی می‌کنیم به جای کلمه ارز دیجیتال و رمزارز تا جایی که بشه از کلمه رمزدارایی استفاده کنیم. حالا شاید به گوشتون خیلی آشنا نباشه، ولی به خاطر حالا مصوبه‌ای که از طرف بانک مرکزی اومده و ما خیلی خوشحالیم که یه اسمی واسش انتخاب شده که بتونیم ما هم تو زبان خودمون استفاده کنیم. من سعی می‌کنم از کلمه رمزدارایی هم توی این برنامه استفاده کنم که در واقع معادل همونه. خب از اونجا که میدونم که خیلی از آدما الان خیلی خوشحالن که به عنوان مدیر عامل صرافی که خیلی سالا دارین شما کار میکنید تو این حوزه، خیلی سوالا هست که من اینجا نوشتم چند روزه ازتون بپرسم. اول از همه اینو بپرسم که تا جایی که میدونم از فکر میکنم سال 95 شاید حتی قبلتر شما خیلی جدی وارد این کار شدید. منظورم به عنوان اینه که به عنوان کسی که حالا مدیر عامل صرافی بودین، کارآفرین بودین، این مسیره توی این 7-8 سالی که خب شما جزو اولین ها بودین تا الان که این چند سال اخیر خب خیلی با استقبال بیشتری روبرو شده، به خصوص توی ایران، حالا خارج از ایران هم شما تجربهشو دارین، به نظرتون چطوری شکل گرفته؟ یعنی به عنوان آدمی که شاید آدم بخواد رجوع کنه تو تاریخ رمزدارایی تو ایران بخواد از شما بپرسه، این مسیر چه شکلی دیدین آقای قاضی زاده؟ خواهش میکنم. اول سلام عرض کنم خدمت شما و همه دوستانی که این برنامه رو میبینن تو از هر کانالی و مدیایی. من ببخشید قبلش یه توضیح بدم. مصوبه اشاره کردید، مصوبه بانک مرکزی، اون پیشنویس در واقع طرح مجلس هستش. آره، و در واقع خب اتفاق خوبی، من هم با شما هم نظر هستم. بخش عمده‌ای از تلاش در واقع جامعه رمزداری در طول این سالها این بود که این کلمه ارز که خیلی منشأ خیلی از مشکلات بود رو از این مفهوم و از این کلاس جدید دارایی‌ها حذف کنه که خب خدا رو شکر این اتفاق افتاد. امیدواریم که این در واقع مصوبه و این پیشنویس به ثمر برسه و بعد از سالها شاهد این باشیم که یک متولی، حالا متولی یا متولیانی توی این صنعت پیدا بشن و خب ساماندهی و وجاهت بیشتری رو به این حوزه بده. برگردم به سوال شما. من حقیقتاً اگر به لحاظ شخصی بخوام بگم که خب کی آشنا شدم با مفهوم کریپتوکارنسی یا رمزدارایی، جالبه، یک فکر میکنم سال 85 بود، 1185 بود، یک مقاله‌ای میخوندم از آقای بیل گیتس. اون موقع ایشون خیلی در واقع بهش رجوع میکردن در مورد این ایمیل های اسپم که خب اون موقع مسئله جدی بود. ایمیل های زیادی به صورت اسپم می اومد و مؤسسات و شرکت ها رو دچار مشکل میکرد. ایشون یه تئوری داده بود که میگفت که اگر برای ارسال هر ایمیل شما مجبور به پرداخت پول بشین، خب دیگه بحث اسپم در واقع کنسل میشه دیگه. اسپمرها نمیتونن این حجم زیادی از پول رو بدن و اسپم بکنن حالا یک آدرس ایمیل رو. خود ایشون پیشنهاد داده بود که برای ابزار این پرداخت فی‌الواقع هزینه ارسال ایمیل باید یک مفهوم جدیدی از پول یا کارنسی یا ارز باید باشه که اولا جهان شمول باشه، کاملا ماهیت دیجیتال و الکترونیکی داشته باشه و خب مقبولیت و در واقع مشروعیت بین حداقل اکوسیستم آیتی و حالا فناوری کل دنیا داشته باشه. که بعد من در ادامه اون یادم اولین بار فکر میکنم توی سایت ویکی‌پدیا فهمیدم که خب یه مفهومی به نام بیت کوین هست. یک آدمی بوده به نام ساتوشی ناکاموتو که خب یه میلینگ لیست داشته، یه سری اینا در واقع
آدمایی بودن که تو حوزه رمزنگاری داشتن کار میکردن. خب قطعا هممون بعداً فهمیدیم که اصلا بیت کوین چیزی نبود که یک هو و به صورت ناگهانی اتفاق بیفته. تلاش‌هایی بوده، بله تلاش‌هایی بوده، تلاش‌های خیلی جدی هم بوده و فی الواقع بیت کوین انگار ثمره و میوه اون تمام اون تلاش‌های دهه‌های قبل بوده که خب تونسته بود مسئله دابل اسپند رو به طور مشخص حل بکنه و من اونجا اولین بار توی ویکی‌پدیا با مفهوم بیت کوین آشنا شدم، اما متاسفانه من یوزر بیت کوین نشدم تو اون مقطع تا فکر می‌کنم 5 سال یا 6 سال بعد که به طور اتفاقی کادوی تولد از یکی از دوستانم بیت کوین گرفتم. چه کادوی خوبی، چه دوست خوبی. بله واقعا ایشون همچنان دوست بنده هم هستن و خب جالب بود دیگه، یک ولت نصب کن، یه چیزی، یک تراکنشی بیاد، بعد هر لحظه قیمتشو بر اساس حالا دلار میبینین، بعد میبینین میره بالا میاد پایین و خب تا زمانی که حالا این تجربه هم جالبه به نظرم، تا زمانی که شما نفروشیش و این رو به یک asset مالی تبدیل نکنی، یک کاری باش نکنی، اصطلاح ما یه یوز کیسی براش پیدا نکنی، بازم برای من تو اون مقطع هنوز قابل لمس نبود. لذا الان افراد آدمایی که میان تو این حوزه میگن خب بعدش چی، حالا اومد رفت بالا، ولی وقتی میفروشنش یا تبدیلش میکنن به چیزی که بهش عادت دارن، طلا، زمین، حتی من یادم اون رو من خرجش کردم، مثلا رفتم یه سفر خارج از کشور، ولی خب چون ملموس شد اون وقت فهمیدم که خب نه، این انگار واقعا چیزی از داره کار میکنه. خب اومدم دقیقاً اومدیم جلوتر و دیگه تو میونه سال 95 بود که به طور جدی با این دوستان و دوستان دیگری که مشترک بودن با هم دیگه، چون اونا بیسی بیرون از ایران داشتن، اونا به طور جدی داشتن فکر میکردن به بیزینس توی فضای رمزداری یا کریپتو. خب یه سری تلاشا کرده بودن ولی اون مقطع اصلا به اکسچنج یا صرافی فکر نمیکردن. حالا پلتفرم‌های پرداخت داشتن فکر میکردن، پلتفرم‌های دوستیابی و الی آخر، ولی دیگه اواخر نیمه اول سال 96 تصمیمشون رو گرفتن که خب یک در واقع اکسچنج بیاد بالا و ما میدونستیم که تو فضای کسب و کار ایران چیزی به معنای اکسچنج پی تو پی تو اون لحظه وجود نداره. خب یه سری آدم محدود میشناختن بیت کوین رو، خرید و فروششون کاملا به صورت در واقع فرد به فرد و چهره به چهره بود. خیلی از آدمایی که یه مقداری بیشتر میشناختن تو سایت لوکال بیت کوینز خرید و فروشاشون رو انجام میدن. اون موقع لوکال بیت کوین ایران رو تحریم نکرده بود هنوز. آره یه بخش عمده از تراکنش‌ها تو اون فضا بود. افراد دیگه هم که میشناختن میگم خیلی ساده به صورت کاملا سنتی و در واقع چهره به چهره حالا خرید و فروش میکردن. و اون مجموعه‌ای که من قبلا تو اون به عنوان در واقع مدیر عامل فعالیت می‌کردم، فی الواقع اولین پلتفرمی بود که این مفهوم رو آورد. خب اتفاق عجیبی هم خیلی سخت بوده فکر میکنم، یعنی چون اولینا همیشه یه سری چالش‌ها هم دارن دیگه، ناشناخته. آخه من اصلا همیشه مشکل که نه، ایده خودم با بیت کوینه که یه چیز خیلی جدیدیه اساسا در جهان. بعد حالا اونو خب هر کاری بخوای باش بکنی همه چیز جدیده، یعنی یه سری چالش‌ها داره که تا تو واردش نشی متوجهش نمیشی. خب تو ایران به خاطر شاید ممکنه این چالش‌ها یکم متفاوت‌تر باشه. و حالا شما به عنوان اولین، حالا خودتون اشاره کردین سال 85 تا 91 90 که کادو گرفتین، تو اون فاصله چون میدونم الان یه کریپتو بیلیور واقعی هستین یا آدمی هستین که به آینده در واقع صنعت ایمان دارین، این ایمان اینی که مطمئن شدین این قضیه کار میکنه، یه چیز گذرا نیست. چون حالا تو نقدا هم میخونید که بیت کوین که مثلا چند سال هست و میره و آدمایی که حالا توی فضای مالی بهش انتقاد دارن. این فاصله از سال 85 تا حالا 95 که جدی اصلا بخواید روش سرمایه گذاری کنید یا وارد فضای کارتون بشه، چی باعث شدش که باورش کنید که این قراره بمونه، قراره کار کنه، قراره آینده کل جهان رو تحت تاثیر قرار بده؟ چون سال 85 حالا تا همون 95 واقعا تایمی بوده که دیتای خیلی زیادی حداقل تو ایران که خیلی کم تو جهان هم فکر میکنم حالا وجود داشته ها، ولی مثل امروز نبوده. چی باعث شدش که مثلا این نمیدونم این که مطمئن شید و واقعا بهش فکر کنید که قرار آینده خودتون هم شخصی هم حتی روش سرمایه گذاری کنید؟ ببینید من معتقدم که اعتقاد و ایمان و اطمینان در طول زمان ساخته میشه. خب یعنی شما نگاه کنید روز اولی که اینترنت اومد، حالا من به واسطه سنم شاید یکم بیشتر یادم باشه، وقتی خب اینترنت اومد داخل ایران
یا اصلا تلفن همراه اومد کاملا یه کالای لوکس بود دیگه. یعنی تلفن همراه موبایل که اصلا خیلی لوکس بود، به ندرت میدیدیم. مثلا وقتی میدیدیم مثلا یه نفر هندز فری گذاشته فکر می‌کردیم مثلا جزء نیروی امنیتی که این حالا یا مثلا بادیگاردی چیزیه. اینترنت هم همین بود. یعنی من چرا اینقدر اینترنت، من خیلی علاقه دارم کلا بلاک چین و کریپتو رو با اینترنت مقایسه کنم، چون حقیقتا فکر می‌کنم یه جنسن. آره حالا اون توی یک فضای در واقع دیتاست، اینجا فضای ارزش هستش، ارزش داره جابجا میشه، پروتکلیست برای اعتماد، اونجا پروتکلیست برای تبادل دیتا. ولی اینترنت هم واقعا اینجوری بود، یعنی اعتقاد یا بلیو که آقا این اینترنت دیگه اون کال لوکس نیست، اون بچه بازیه نیست، اون نیست که زایده و تراوش ذهنی 4 تا آدم مریض نرد مثلا که حالا آره موقتی رفتن تو پارکینگ خونه چیزی آوردن بالا نیست. نه این واقعا نیست، داره کار میکنه. و خب الان تو این 20 سال اخیر همین الان شما نگاه کنید توی نسل حتی بالای 60 سال همین کشوری که فکر میکنیم به لحاظ اقتصادی جزو کشورهای پیشرو نیست، ببینید چقدر سرویس الان روی اینترنت داره استفاده میشه. حالا با تمام محدودیت ها، با تمام چالش هایی که هم از سمت حاکمیت هست، هم از سمت حالا اون سواد عمومی در واقع کشورمون هست. خب پس این در طول زمان ساخته میشه. من فکر میکنم بلاک چین و رمزدارایی هم این مسیر رو لاجرم باید بره، اما این سری با سرعت بیشتر. و یه تفاوت دیگه هم داره و اون اینه که اینجا مفهوم ارزش، مفهوم دارایی که یک مفهوم نهادینه شده تو تمام ما آدم ها هست و از شما الان به یک بچه 3 سالم مفهوم دارایی رو میفهمیم، مثلا میگه این اسباب بازی منه، مفهوم مالکیت رو به صورت کاملا غریزی میفهمه. چون کریپتو در واقع دارایی رو با خودش آورده، تعریفی از اونرشیپ یا دارایی رو در واقع ریوایز کرده و یک تعریف جدیدی آورده، پس قابل لمس‌تره. به نظر من سرعتش برای رسیدن به اون آگاهی و یوز کیس یعنی کاربرد در جامعه از اینترنت به مراتب بیشتره. البته که این نقطه در واقع پاشنه آشیل کریپتو هم شده، به همین خاطره که حاکمیت‌ها، نهادهای مالی سنتی و نگرانن. خب محل فساد میتونه باشه، ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته، نگران آنارشیسم اقتصادی هستن و قص الله هذا. من اگر بخوام یه مقایسه‌ای بکنم دوباره فضای داخل ایران رو با فضای بین‌المللی، به نظر من کشورمون تو نقطه خوبی وایساده. من دوست دارم این نکته رو اینجا بگم. به نظر من فضای رمزدارایی توی لایه بیزینس توی جاهای خیلی جدی گرفته شد توی ایران که نبایستی جدی گرفته میشد، یه جایی اصلا جدی گرفته نشد. این عدم توازنه به نظرم ضربه زد. کجاها خیلی جدی گرفته شد؟ همین که آقا این برای پولشوییه، بود منفیش اول. بله یا مثلا آمار و ارقام عجیبی میدادن، مثلا میومدن تقصیر افت بازار سهام یا بورس ایران رو مینداختن گردن پلتفرما، یا نمیدونم افزایش قیمت دلار رو مینداختن دوباره تقصیر. این یه جایی به اشتباه آدرس غلط داده شد و خیلی جدی گرفته شد. یه جاهایی هم نه جدی گرفته نشد، تو لایه فنی، تو لایه‌های در واقع حفظ حریم شخصی تراکنش ها، تو لایه آموزش متاسفانه جدی گرفته نشد. اگرم کاری انجام شده بازم محصول همین برای بچهای بخش خصوصی بوده. حقیقتا این عدم توازنه به نظر من تنها نکته‌ایه که ای کاش نبود و ای کاش، یعنی امیدوارم در آینده بهتر بشه. ولی در مجموع روند زیست بوم یا همون در واقع اکوسیستم رمزداری تو ایران به نظرم روند خوب و پیشرویی بوده در قیاس با معدل جهانی. هم تو لایه رگولاتور، هم تو لایه در واقع صنعت. من فکر میکنم جزو خوباست ایران و جای خوشحالی من داره. داشتم درصدا رو میخوندم، ایران جزو کشورهایی بودش که مثلا اقبالش حداقل 2-3 برابر میانگین اقبال عمومیش به فضای کریپتو تو کل جهان بوده. حالا میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، حالا هم فضای مالیه، هم فضای خود داخل کشور، ولی اساسا کشورهای مثلا حوزه خلیج فارس، ایران و اینا خیلی نسبت به کشورهای حتی شاید با اقتصاد پیشروتر و آزادتر اقبال بهتری نشون دادن. این خیلی واقعا به نظرم جالبه. حالا باز
جواب دادین این سوالو که به نظرتون یکی یوز کیسه یا استفاده هست که باعث میشه که این باور اتفاق بیفته. فکر می‌کنم همون اینترنت هم که گفتین آدما تا نشستن پشتش مثلا یه سایتی رو ندیدن، یه کاری نکردن، شاید قبلش باور نکرده بودن. یکی هم همون زمان است دیگه، همین یادگیری که دارین میگید حالا این توازن الان وجود نداشته تا الان. به نظر حالا شخص من هم اینطوریه که زمان میبره و خود آدم هم در حال یادگیری ان، چه آدم‌هایی که تو این صنعت دارن کار میکنن، چه آدم‌هایی که نظارت میکنن و انقدر جدیده که جای آزمون و خطا داره. و حالا یه سوال دیگه هم که می‌خواستم ازتون بپرسم اینه که میدونیم که بیت مکس، صرافی بیت مکس زیر مجموعه هلدینگ ماموت هم یه هلدینگ قدرتمند تو صنعت توی ایران. اینو چطوری شما بررسی می‌کنید؟ یعنی به نظرتون این میتونه چه پوینتی باشه واسه هم فضای آینده رمزدارایی‌ها تو ایران، هم واسه خود بیت مکس، یا اصلا واسه شرایط مالی و حتی صنعتی در ابعاد بزرگی مثل هلدینگ ماموت؟ ببینید اینکه ماموت و حالا هلدینگ مکس در واقع بازوی فناوری هلدینگ ماموت میاد توی این حوزه جدی ورود میکنه و خب مشخصا یک موجودیتی رو خلق میکنه به نام بیت مکس، به نظر من اولین بازخوردش خبر خوب برای کل اکوسیستم هست. حالا من قبل از اینکه به در واقع خانواده بیت مکس در واقع اضافه بشم تو اکوسیستم در واقع اکوسیستم بودم، خبر رو میشنیم، خیلی خبر خوبی بود واقعا که خب شما فکر کنید یه هلدینگی با این توانایی و زیرساخت میاد جدی به این حوزه فکر میکنه، بیزینس راه میندازه، خطر میکنه تو فضایی که هنوز رگولاتوری خیلی مشخص نیست و خب میاد از این ظرفیتی که تصور میکنه استفاده میکنه. این اولا که به نظرم خبر بسیار خوبی برای کل در واقع اکوسیستم هست. امیدواریم در واقع پلتفرم های دیگری هم که میان با پشتوانه حالا اینچنینی بیان، امیدواریم یه روزی بانک ها و نهادهای مالی بیان به صورت جدی و رسمی. نکته اینه که بعد رسمیت داشته باشه. به نظرم اتفاق خوبی هستش. نکته بعدی هم اینه که خب ما توقعی که همیشه تصورمون، حالا یه مقدار جوان تر بودیم، این بود که خب آقا یه روزی رو ما آرزو میکنیم که توی هر کوی و برزنی، هر پیر و جوانی مثلا یه ولتی داشته باشه. خب این تصور به نظر من تصور درستی نیست. باید بپذیریم که کریپتوکارنسی بخش عمده‌ای از یوز کیسش توی فراینده مالی اتفاق میفته. خب این فراینده مالی باز هم اتفاق جدیدی نیست، در ادامه روند تکامل صنعت بازارهای مالی هست، صنعت پرداخت هست. خب همین الان چند تا ایرانی به طور رسمی و جدی در بورس ایران فعال هستن. من کاری با آمارها و نمیدونم کدای بورسی که میان میدن ندارم که نمیدونم سهام عدالت هم میذارن کنارش یه عدد 50-60 میلیون، نه، اون کدای فعالی که واقعا به طور حرفه‌ای دارن معامله میکنن، ترید میکنن، عدد خیلی بزرگی نیست. پس ما نباید توقع داشته باشیم یک موضوع فراگیر باشه تو حوزه مالی. اما بحث اینه که بلاک چین چی رو برای ما به ارمغان آورد، کریپتوکارنسی چی رو برای ما به ارمغان آورد که حالا بازیگرهای در واقع غیر شخصی یا از جنس ماموت میان ورود میکنن. فضا اینه که خب آقا این قراره با استفاده و در کنار 2-3 تا نوآوری دیگه مثل هوش مصنوعی، مثل اینترنت اشیاء IoT، آینده بشر رو واقعا متحول بکنن، همونطور که الان داریم متحول شده. من همیشه گفتم بلاک چین، AI و IoT سزل یک مثلثی هستن که احتمال خیلی زیاد ما آینده رو در واقع در این مثلث باید ترسیم بکنیم. شاید این مثال من خیلی تکراری باشه، ولی میگم شاید ما اونقدر عمر بکنیم که یه روزی یخچال خونمون وقتی موتورش خراب میشه خودش سفارش بده به در واقع سرویس سنتر و سرویس سنتر بیاد اون قطعه رو بهشون بده و نصب کنه و خود یخچال پولش رو پرداخت بکنه. یعنی یخچالمون بتونه در واقع پول رو پرداخت بکنه. این تصور، تو این تصور هم کریپتو، هم بلاک چین معنا پیدا میکنه، هم آی او تی معنا پیدا میکنه و هم ای آی معنا پیدا میکنه. من فکر میکنم یه هلدینگ مثل ماموت که دوست داره همیشه اون لبه در واقع صنعت باشه، اگر میخواد 10 سال دیگه 50 سال دیگه هم همچنان باشه، بعد از الان باید زیرساختاش ایجاد کنه که خوشبختانه این نگاه توی مدیران جسارتی میخواد که واقعا کار ساده ای نیست، چون هم بعد ریسورس بذاری، هم که واقعا میگم انقدر جدیده و عمیقه، یه جاهایی شاید پیچیده است و بعد وقت بذاری تا متوجهش بشی. حالا به عنوان چون گفتین از سال 85 تا الان احتمالاً شما معامله هم زیاد کردین، حالا چه خود فضای بیت کوین چه آلت کوین های دیگه،
هیجان انگیزترین قسمت این رمزدارایی ها توی معاملات یا توی حالا کاری که کردین واسهتون چیه؟ چی باعث شده که واقعا این انگیزه یا اون هیجان هر بار شما رو قلقلک بده که خب من دوباره برم سراغش، الان انجامش بدم؟ حالا چه تو فضای شخصی توی بازار، چه تو فضای کاری که مثلا به همکاراتون، به آدمایی که هستن بخوایم بگین. والا نمیدونم درسته اینو بگم یا نه. خب همون ذات پیش بینی است دیگه. یعنی که بعد هی حدس و گمان پیش بینی گویا این که خب قطعا یه بار تکنیکال هم داره. وقتی یک پروژه جدیدی لانچ میشه، حالا ببینم یه عددی الان کوین مارکت کپ بیش از 2 میلیون الان ما توکن و کوین داریم. خب سوال آیا واقعا اینقدر لازمه اینقدر توکن و کوین اینا چی ان؟ خب یه بخشی از اینها واقعا یک مسئله رو حل کردن تو فضای تکنیکال قضیه. یک بلاکچین جدید اومده که سرعت رو برده بالا، یکی اومده پرایوسی رو برده بالا، یکی سرعت تراکنش‌ها رو برده بالا، یه عده اومدن که در واقع پلی باشن بین بلاکچین‌های مختلف. یه عدم نه، هیچ فلسفه‌ای پشتشون نیست، مثلا میخواد نسل سگ‌های شیبا اینو رو نگه داره روی زمین، دنبال کراود فاندینگ و الی آخر. حالا ما 2017 رو دیدیم که هر آدمی این پتانسیل رو داره که یه آی سی او بکنه و چندین. شما 4 تا هاوینگ هم فکر کنم دیدین تقریبا، اگه از سال 85 حساب کنیم که حداقل با این کانسپت آشنا شدین. آره، ولی ستای آخر رو خیلی جدی‌تر و فالو، یعنی در واقع رصد می‌کردم. خب ما 2017 هم دیدیم که دیگه هر اسمی که تو ذهنمون هست یه کوین هم بهش اضافه کنین. حالا جالب یه خاطره با مزه بگم، خب اون موقع خیلی کلاهبرداری تو آی سی او خیلی شایع شده بود و اینها. بعد ما توی گروهی بودم، یه گروه بین‌المللی بود از این بیت کوین، خیلی از این بیت کوین بلیورای خیلی اکستریمیست بودن که میگفتن آقا هیچ، همش پانزیه، فقط بیت کوین، و خب به این افتخار میکردن و خب اونا خیلی خوشحال بودن که آی سی ها دونه دونه دارن از بین میرن. میگفتن دیدین ما راست میگفتیم، اصالت این مارکت فقط بیت کوینه. بعد یه بنده خدایی بود، فکر کنم اهل ویتنام بود، میگفت تنها آی سی اویی که من حاضرم توش اینوست بکنم هستش جیل کوین، که کوفاندراش تو زندانن و مطمئنم فرار نمیکنن. یعنی من حاضرم، میگفت من تو جیل کوین قطعا اینوست میکنم و تنها در واقع آلت کوینی رو که میدونم میشه بهش اعتماد کرد اونه. از الان اونا اونجا. آره. حالا از بحثم خیلی فاصله نگیرم، میخوام بگم که همین پیش بینی خیلی جذابه دیگه. یعنی یه مقداری از اون آدرنالین آدم رو چیز میکنه. خب درسته وقتی شما یک منفعت مالی هم بعد از این پیش بینی به دست میارین، خب طبیعتاً جذابتر میشه. اما برای منی که خب بیزینس داشتم که این بیزینس داشتنه من رو از فضای ترید کاملا دور کرده. یعنی تمرکزتون واقعا نمیشه جفتشون. شما اصلا با یک کسب و کارین، باید مسئولیت دارین، پاسخ بدین به در واقع کلاینت ها، به مشتریان. از اون ور برای شرکت تجاری دارین با تمام ابعادش و تمام به قول مقدمه و مؤخرش. خب پس من تریدر نیستم، اما خب اون دفعاتی که ترید میکنم یا ترید قبلا انجام دادم، این بحث پیش بینیش هست، اون گین مالیش هست. اما قطعا نیم نگاهی هم به این که خب این کوین اومده، چرا این کوین رو من باید بخرم، چرا این توکن رو باید بخرم، قطعا رجوع میکنیم، میپرسیم، میخونیم، فاندراشو نگاه میکنیم. که من فکر میکنم اتفاقا این نوع سرمایه گذاری چیزی که مخفول مونده توی کل دنیا. خب قرارم نیست همه مردم بشینن وایت پیپر رو از اول تا آخر رو بخونن، برن شجره‌نامه در واقع فاندرای در واقع این توکن یا شبکه رو پیدا بکنن. جذابیش اینه و جذابیش به نظر من اینه که الان داره کم کم کریپتو شونه به شونه بازارهای مالی، یا حالا شونه به شونه نه، ولی داره یه جوری قلقلک میده، اون فعالین بازار سنتی مالی رو دارن جدی میگیرن. این برای من خیلی هیجانش بالاست. حالا گفتین خوندن دونه دونه این رمزدارهای جدیدی که میان، خود بیت مکس هفته 5 تا داره رمزدارهای جدید در واقع به تو پلتفرمش اضافه میکنه که همشون واقعا شما میرم خودم میخونم و دوست دارم، جزو اون رمزارزایی ان که بک‌گراندهای خیلی خوبی دارن. میبینی مثلا تا از هفته پیش تا این هفته رشد خیلی خوبی میکنن و اصلا جزء پروژه های جذابی هن. یعنی میخوام بگم که این حالا هیجانی که شما خودتون خیلی دوستش دارید توی پلتفرمی که حالا به عنوان مدیر عامل هستینم، دقیقاً آدما میتونن ببینن، یعنی میتونن هفتگی آدم‌هایی که حتی وقتشو ندارن بیان سر بزنن به بیت مکس این رمزارزهای جدیدو، چون توی حالا صفحه اول ما میذاریم که رمزارز جدید کدومه، ببینن، سودهاشو ببینن، تغییراتشو ببینن. و فکر میکنم این یه ارزشه که یه پلتفرمی بخواد در واقع این کارو واسه تک تک آدم‌ها آسون کنه.
کنه با این حرکتش و بگه من هر هفته رمزارزهای خیلی جذابی رو میارم تو خودت بیا ببین، حالا راجبش من نوشتم، قیمتش رو ببین، مارکت کپش رو ببین و انتخاب کن که روش حالا میخوای سرمایه گذاری کنی یا نمیخوای سرمایه گذاری کنی. این از نکته جذابی که به نظرم حالا شاید ناخودآگاه تو پلتفرمتون این هیجانه. پلتفرم به نظر من همینه، یعنی پلتفرم اینی که تو از اون مفهوم پیچیده و سخت بیایی سادهش بکنی، در اختیار عموم قرار بدی. خب ولی قطعاً یه شرایطی داره، یک در واقع آدابی داره که خب همیشه ما گفتیم پلتفرم ها اتفاقاً کمک کردن هم به مخاطب هم به حاکمیت، یعنی دغدغه‌های حاکمیت رو در واقع پوشش میدن، البته نه همه دغدغه‌هاش رو، دغدغه‌های مشروعشون رو، و همین که کمک کردن به یوزرها که این یوزرها بتونن یه جایی رو در واقع داشته باشن، مقایسه بکنن، ببینن، بخرن، بخونن. خیلی خدمت شده به نظر من. یعنی واقعا من میدونم بچهای اکوسیستم با چه سختی بدون هیچ گونه چشم‌داشت مالی خیلی از وایت پیپرها رو در واقع ترجمه کردن، پابلیش کردن واسه عموم گذاشتن، خیلی از پروژه ها رو در واقع کد زدن و الی آخر، و بدون اینکه اصلا به فکر این باشن که این حالا برگرده به لازم مالی. حالا یه بخشی از فضای اصلا بیت کوین جدا از فضای حالا فنیش و جذابیتش و مالیش، یه دایره اصلا این که به انسان‌ها کمک کنیم و جهان آزاد و اینها هم داره دیگه. حالا الان که اینو گفتی نه که بخوام به اون ربط بدم، ولی میخوام بگم که اساسا این فضاش هم شاید باعث میشه که آدمایی که خیلی توش عمیق میشن دلشون میخواد که مثلا به قول شما بدون خیلی چشم داشتی این کارا رو بکنن، به آدما کمک کنن که اونها هم بتونن این فضا رو تجربه بکنن. تو ذات خودش داره واقعا اینو. و حالا یه سوالی که حالا این سر طیفو گفتیم، اون سر طیف هم بگیم، ترسناک ترین قسمت فضای کریپتو برای شما کجاست؟ یعنی چیزی که وقتی بهش فکر میکنین یکم میترسونتتون و اینطورید که چی میشه؟ یعنی از هیجان اگه مثبت تلقی کنیم این ترسه شاید قسمت منفیش باشه واسهتون، نه که حالا تو ایران ها کلا این صنعت. من بزرگترین چالش و شاید استرس و ترسی که دارم از این حوزه از خود داخل در واقع صنعته. یعنی من میگم بیشترین ضربه‌ای که خود صنعت، خود کامیونیتی، حالا کلی، نه منظورم ایران به تنهایی نیست، میتونه بزنه، هیچ عامل خارجی نمیتونه بزنه. کلاهبرداری ها، پروژه های فیک، تامین مالی های فیک، همینطور FTX پارسال فکر می‌کنم، بله، صرافی هایی که در واقع متاسفانه خالی فروشی، خالی خری میکنن یا حالا کاری از این دست میکنن. به نظرم این بزرگترین چالش هست و اینم من بگم، حالا مخاطب این در واقع برنامه ممکنه از هر رنجی از آگاهی و سواد حوزه مالی و کریپتو باشه. برای اون عزیزانی میگم که شاید کمتر آشنا باشن، واقعا دارم میگم بلاکچین و کریپتو هیچ بزهکاری جدیدی واقعا به ارمغان نیاورده. یعنی میخوام بگم اعداد و ارقامم مؤید این مطلب هست. هنوز بزرگترین پولشویی های دنیا، بزرگترین کلاهبرداری ها، بزرگترین خالی فروشی ها و بزرگترین چجوری بهتون بگم دیتا مانیپولیشن توی بازارهای مالی توی فضای سنتی داره اتفاق میفته. و این که ما بگیم خیلی خوب آقا کریپتو اومد اصلا دریچه جدید از پولشویی رو ارائه داد، این حرف درستی نیست. گو این که خیلی از همکارای من، همفکرای من اصلا میگن اتفاقا که بلاکچین اومده شفافیت رو ببره بالا و داره این اتفاق میفته دیگه. شما الان نگاه کنین، ما حالا این رو من بهتره اینجا بگم به عزیزانی که فکر میکردن خیلی خب آقا این صنعت هستش، حالا ما انجام میدیم، بعدش هم یه سری کارا میکنیم. خیر، تکنولوژی بیکار نمیمونه. الان رصد تراکنش واقعا شده مسئله مهم، هممون خبر داریم. الان شما از پلتفرم‌های مطرح ایرانی به ندرت میتونی یه سری اسست و دارایی‌ها رو ببرین روی پلتفرم‌های در واقع اکسچنج‌های رگول شده غربی، حالا اروپایی یا آمریکایی یا استرالیایی. خب چیزی که اصلا شاید 5 سال پیش هیچ کس بهش فکر نمی‌کرد، همون فضای آنارشیسمی که همه دوست داشتن، آقا هیچی پرایوسی مطلق، همه چی شما بزنن کسی میفهمه، نه، از این خبران نیست. قطعا این با حوزه داره هر روز رگولاتوریش سخت و سخت‌تر میشه و به نظر ما هم تو کشور خودمون به وقتش بایستی پامونو میذاشیم یه جایی از این چرخه و اون گین لازم رو به دست می‌آوردیم که متاسفانه فرصت سوزی زیاد شد و صرف یه سری مسائل دیگه شد، ولی امیدوارم در آینده این اتفاقات دیگه تکرار نشه.
و حالا پس یعنی قسمت ترسناکش میتونه خودش به خودش آسیب بله، بزنه بله، اصلا از بیرون نیست. یعنی انقدر این شدت حالا رشدش یا جذابیتش میتونه خودش عامل آسیبش باشه. واقعا جالب بود، من اینجوری بهش خودم فکر نکرده بودم. حالا چالش هاتون چه به عنوان، یعنی در واقع فقط به عنوان آدم که جزو اولین نفرها توی ایران بوده وارد این صنعت شده، به عنوان کسی که خیلی جدی روش کار کرده، بزرگترین چالشتون چی بوده تا به امروز؟ یعنی توی مثلا هم اوایل سال 96 تا الان که ما اواخر سال 1402 هستیم، تو این 6 سال خورده‌ای بخواید بگین که آقا سخت ترین قسمتش برای من این بود، اگه این نبود خیلی مسیر هموارتر بود، خیلی راحت تر بود، به عنوان کسی که کارآفرین و داره روش کار میکنه، نه اصلا فضای شخصی، چی رو میگید؟ حالا میتونه اصلا شامل ایران هم نباشه، مثلا چه میدونم میتونه شامل این باشه که اگه مثلا هاوینگ فلان اتفاق نمیافتاد اون موقع همزمان با فلان، میتونه همینقدر باشه. ولی میخوام بگم چیزی که وقتی به سختی کار فکر میکنید اولین تصویری که تو ذهنتون میاد. سختی کار من و فکر کنم همکارای دیگم توی حوزه بیزینس چیزی جدا از سختی بقیه فعالای اکوسیستم در واقع اقتصاد دیجیتال کشور نیست. یعنی ما که تافته جدا بافته نیستیم، ما هم یه بازیگریم توی همون خانواده فعالای حوزه اقتصاد دیجیتال. محدودیت ها و حالا ممنوعیت ها این بزرگترین چالشی بوده که الان من هر چقدر برمیگردم به گذشته واقعا میبینم اینا چقدر درشت و بلده برای من. بله ما داشتیم که اسفند سال 99 با شروع در واقع اسفند سال 98 با شروع کرونا خب دیدیم که بیت کوین حتی اومد زیر $4000. خیلیا با خوشحالی گفتن دیدین، گفتیم بیت کوین یک مثلا گمبلی بود، یک کلاهبرداری بود که تموم شد. خب همون موقع هم نفت برنت دریای شمال قیمتش منفی شد، یا کوین مارکت کپ کوین دستمال توالت رو به عنوان کوین اولش گذاشته بود اونجا به شوخی و مسخره، چون تو کل اروپا دستمال توالت پیدا نمیشد. خب اون دنیا تو اون تایم اصلا یه اتفاق دیگری بود. خب. اینها هم به نظر منو آزار نداد، یعنی اینکه خب آقا پس نابود شد، نه. ولی الان هر چقدر به سوال شما فکر می‌کنم، الان که واقعا برمیگردم میبینم همون دغدغه‌ای که مثلا عزیزان دیگه توی حوزه دیگه اقتصاد دیجیتال دارن، پلتفرم‌های دیگه، همون محدودیت ها و ممنوعیت ها و کج نظری ها و بدسلیقگی ها و اینها، ولی تو یک سال اخیر یه رقیبم پیدا کرده و اونم مهاجرت نیروی ماهره. اینم خیلی و تو من آره به شدت. یعنی واقعا آدمی که حالا بیزینسمنه و تو این حوزه به قول خودتون حالا اصلا جدا از فضای رمزدارایی ها توی حوزه اکوسیستم آنلاین و دیجیتال دارین کار میکنین، اینو حس کردین؟ بله خیلی خیلی ملموسه، خیلی ملموسه. و من میدونم به قول معروف هر که بامش بیش برفش بیشتر، پلتفرم های بزرگتر قطعا این مشکل براشون بیشتر و بیشتر هم هست. واقعا این قسمت ناراحت کننده است. و حالا یه سوالی که می‌خواستم ازتون بپرسم اینه که ما گفتیم شما 6 سال و نیم و تا الان ما طی کردیم به عنوان کسی که خیلی جدی تو این حوزه بودید، قبلش هم که شخصی داشتین کار می‌کردین. 5 سال آینده، یعنی شما بگید مثلا 1407 من با احسان قاضی‌زاده اینجا نشستم و داریم دوباره صحبت می‌کنیم، به نظرتون چه اتفاقی تو فضای رمزدارایی تو ایران افتاده؟ یعنی ما کجاییم؟ اتفاق خوب، حالا اتفاق بد، یا اصلا تو کل فضای بلاک چین، یعنی با این سرعت رشدی که دارید میبینید، با این اتفاقایی که داره میفته، پیش بینیتون، حالا چون قسمت هیجان انگیز همیشه پیش بینی از 5 سال آینده چیه؟ توی بعد بیرون از ایران و جهانی که من فکر میکنم 2-3 تا محور ممکنه اتفاق بیفته. خب پذیرش کلا رمزدارایی توی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نظر من محقق میشه خیلی زود. قضیه بلک راک، بله بلک راک و حالا دیگر در واقع هج فاندهای بزرگ و مطرح دنیا. من به نظرم نهادهای مالی، حتی شاید بانک‌ها به طور رسمی شروع کنن به ذخیره حالا بعضی از رمز ارزها، مشخصا بیت کوین، شاید توی تعاملات بین المللی 1-2 تا از این رمز ارزایی که الان هست، یا رمزدارایی که الان هست، یا شاید بعداً خلق بشن، شاید به صورت پروتکل‌های منطقه‌ای و در واقع اتفاقات فیما بین کشورها یا تو حتی منطقه پذیرش بشه. یعنی بیشتر می‌بینیم بره سمت اینکه خیلی رسمی و پر استفاده بشه. ببین من اعتقادم اینه که روند
تحول و دگرگیسی پول و ابزارهای پرداخت چیز ناگزیر و لاجرمیه. یعنی چیزی نیست که مثلا خب آقا از زمان سنگای ریرا تو جزایر میکرونزیا که خب مردم می اومدن کشتی‌های مثلا فلفل و نمیدونم تنباکو و اینها رو با سنگ تهاتر می‌کردن، اومدیم تا رسیدیم به پول بدون پشتوانه و الان هم دوباره به نظر برگشتیم به اون سیکل در واقع تبادل کالا به کالا و مدیوم‌های جدید انتقال ارزش. پس این چیز لاجرمی است. من فکر می‌کنم این روند مشخص و طبیعیه، اما تو کشور ما چه اتفاقی میفته دیگه واقعا غیر قابل پیش بینیه. اینو جدی میگم، یعنی نه توی لایه بیزینس های مرتبط با رمزدارایی. من فکر می‌کنم حتی خیلی از دوستان توی حاکمیت هم نمیتونن بگن چه خبره و فقط امیدوارم که توی تمام این فضای ناامیدی یه نور امیدی ایجاد بشه که و آدم‌های فداکاری و آدم‌های از خودگذشته‌ای که همچنان موندن و دارن فعالیت میکنن اینا زورشون بچربه و اون نیرویی که نیروهایی که اونا دوست ندارن بمونن اینجا کار کنن و کشور رو توی نقطه‌ای متوقف بکنن، انشالله که اونا که شکست بخورن. پس حالا باز این سوالم میتونم بپرسم، دوست دارین 5 سال آینده در حالت ایدئال چه اتفاقی افتاده باشه واسه فضای رمزداری تو ایران؟ یعنی بخواید اصلا رویایی بهش فکر کنید. اول دوست دارم یه ثبات اقتصادی تو کشور حاکم باشه، بعد آدمای نخبه و کاربلد توی نهادهای تصمیم گیرنده باشن و از فرصت و ظرفیت‌های رمزدارایی هم به درستی استفاده بشه. حالا اگه قراره بیاد به عنوان ابزار پرداخت، اگه قراره بیاد توی حوزه تامین مالی، کما که داره بازم داره بخش خصوصی این خدمتی که داره میکنه، حالا احتمالاً خبرش رو هم شما میدونید که الان 3 تا در واقع صندوق هستن که نمادشون به صورت 24/7 قابل معامله است. خب این اتفاق قشنگی، واقعا اتفاقی که خستگی رو از تن آدم در میاره. این انشالله گسترش پیدا بکنه، فراگیر بشه. من آرزوم اینه که مردم ایران یک مردم آگاه، ثروتمند و اینکه خیلی دیگه نیاز نباشه کشورشون رو ترک کنن برن برای فرصت‌های بهتر زندگی. خیلی هم عالی. و اینکه من یه سوال میخوام بپرسم، دوستتون که بهتون سال 91 بیت کوین داد الان خوبه حالش چیکار داره؟ خیلی خوبه حالش. می‌خواستم ببینم که احتمالاً وقتی آدم سال 90 بیت کوین هدیه میداده یه عالمه خودش داشته و نه اون حالش خیلی خوبه، خدا رو شکر. ان شاءالله یه قسمتی بتونم مهمون برنامه‌ام باشم با ایشون هم صحبت کنیم. و سوال آخر به عنوان حالا سوالی که شاید خیلی از شنونده و بیننده واسهشون ایجاد شده باشه، سبد خرید یک مدیر عامل صرافی چیه؟ شامل چیا میشه؟ پیشنهاداش و چیزایی که خودش داره و میخره. اگه برگردیم اون سال قبلیه که من تریدر نیستم و واقعا نیستم، هیچ ادعایی هم ندارم، خب میرم تو فضای هولد دیگه. یا اتفاقا چند وقت پیش فکر کنم دیروز 10مین سالگرد اون بنده خدایی بود که توی بیت کوین تاک هولد رو اشتباهی گفت هودل. آره ظاهراً یه سری کارا کردن، رفتار پرخطر کرده بود، تو حال خودش نبوده، هولد و به اشتباه میگه هولد و خب این دیگه میمونه توی در واقع فرهنگ و ترمینولوژی کریپتو. تو نوشتنش آره دیگه کلا مثلا جایگزین میشه. خب قطعا من بیت کوین و اتریوم همیشه گزینه اولم هست. متاسفانه هر بارم که رفتم سراغ یه سری آلت کوین ها تجربه خوبی نبود، ولی خب الان در حال سبدم بیت کوین و اتریوم هست. یه مقدارم بی ام بیه که ای کاش بی ام بی نبود. آره با اتفاقی که بر بایننس همکارای خارجیتون متاسفانه همراه نیستن. خب خیلی هم عالی. خب فکر می‌کنم داریم به تایم پایان برنامه‌مون نزدیک میشیم، ولی حالا اگه شما خودتون نکته‌ای هست دلتون می‌خواد راجعش صحبت کنید یا چیزی که از قلم افتاده، خوشحال میشیم ما بشنویم. خواهش می‌کنم. اولا ممنون از شما، میدونم خیلی تلاش میکنین، زحمت میکشین. اصلا هر کسی به نظر من، حالا خارج از این که شما تو بیت مکس دارین زحمت رو میکشین و این برنامه رو درست میکنه، هر کسی که تو اکوسیستم داره دیتا میده، کانتنت درست حسابی میده و کمک میکنه که هموطنامون اطلاعات تر و تمیزتر و مفیدتری داشته و خسته نباشید، میگم من فقط حالا طرف صحبتم هموطنان و دوستان و عزیزانی هست که توی اون حوزه میخوان فعالیت بکنن. اینی که خواهشم اینه که اصلا هیجانی نگاه نکنن، نگاهشون به حوزه رمزارز نگاه سوپرمنی نباشه که آقا یه مفهومی اومده که میخواد زندگی ما رو از این رو به اون رو بکنه. به عنوان یک ابزار بهش نگاه کنن در کنار بقیه ابزارهای دیگه که میتونه خلق ثروت بکنه و دقیقاً مثل همون ابزارا با مطالعه برن، تمام سرمایه زندگیشون رو درگیر این فضا نکنن و
خیلی با مطالعه، با سعی صدر و با احتیاط وارد بشن. انشالله این حوزه هم براشون در واقع ارزش افزوده ایجاد بکنه. انشالله. مرسی که دعوت ما رو قبول کردین. ممنونم ازتون. از شنونده ها و بیننده های عزیزم خداحافظی میکنیم تا هفته بعد.